غیر گریه مگه کاری میشه کرد، کاری از ما نمیاد زاری بکن. ای کیه؟ پول عاطفه است. الو سلام جاسم. سلام عزیزم، خوبی؟ مرسی. راستش الان گوشیمو چک کردم دیدم تدی بهت پیام داده، خواستم ازت معذرت خواهی کنم. فدا سرت عزیزم. جاسم جانم. دماغ من زشته؟ نه والا، فقط یکم شبیه متراشه، چیزی نیست. جاسم خیلی بیشعوری. خب عزیزم کاری نداره، فردا آماده باش میبرمت پیش بهترین جراح زیبایی. خب اینم کیان پارت میهن شرقی. رسیدیم عزیزم، آماده ای؟ راستش یکم استرس دارم. خب استرس نداشته باش. مرسی که گفتی، الان دیگه ندارم. یا الله، سلام علیکم. کسی نیست؟ الان میام خدمتت، وسط جراحیه. ای صدا دکتر بود؟ ای صدا چیه؟ کارگاه سنگ تراشیه؟ بفرمایید در خدمتم. آقا دکتر راضی به زحمت نبودیم، میگفتید خودمون میومدیم. منشیتون کجا؟ والا برام نمیصرفه منشی بگیرم، پارسال اخراجش کردم. آخه من با منشیتون تلفنی صحبت کردم، بهم امروز نوبت داد. چجوریه؟ ما اصلا تلفن نداریم. مگه اینجا مطب دکتر تابانفر نیست؟ نه اشتباه اومدین، ولی برات انجام میدم، هیچ فرقی نمیکنه. حالا کی وقت دارین برای عمل دماغ؟ یه 5 دقیقه دیگه میخوابونمت. خیلی ما میرم تو حیات، یه هوایی میخوریم میام. عاطفه فقط فرار کن. ولک عجب زیدای. مادرم گفت درس بخون دکتر شی، کاش که تحصیل نمیکردم. چه آماری هم میدم. ببخشید نوبت عمل بینی داشتم. اسمتون؟ سکینه آشوپت. میگم دماغ اینو ببین، از جراحی گذشته، اینو باید ختمه کنن. فقط سنگ فرز یارنده چوب باری روش جواب میده. خدا نکشت. دکتر بخواد متری هم حساب کنه هزینه 3 تا عمل میشه. مردی که خجالت بکش. خانم سرشو بده اوور، کورمون نکنی. بهتر از سر کچل توی بیشور. ولک دماغت خیلی بزرگ شده، بذار مستقل شه. جاسم زشته. مردی که بی فرهنگ. عزیزم بفرمایید اتاق عمل. سلام علیکم. نوبت عمل داشتیم برای دماغ. سلام، واسه خودتون؟ نه برای زیدم. بفرمایید بشینید، صداتون میزنم. عزیزم تو بشین، الان میام. خانم منشی یه نوبت برای کاشت مو میخواستم. اوه پایی کی میاد بیرون؟ گشنم شد. این دماغی که من دیدم حالا کار داره. عزیزم بفرمایید اتاق عمل. ولک این خودشه؟ سکینه رفت داخل، ساناز در اومد. پشمام. عزیزم زودتر برو داخل. ببخشید پشتم بهتونه. دماغ جدید مبارک. راضی هستین ازش؟ منم خواهرم همین الان رفت تو اتاق عمل. اوه اینم دماغش عمل کرد، خودشو گم کرد. یه چوز چرب دیگه به جامعه اضافه شد. جاسم چطور شدم؟ ولک عجب چیزی شدی عشقم، مبارک باشه.